با فرید اینجا کدوم مارکته؟ ما اومدیم مارکت توماس فیلیپس و پیشنهاد میکنیم برای همگی که اینجا ارزانه بیاد بخرن. توماس فیلیپس دارن از این فروشگاه خرید کنن. لوازم موتور واقعا ارزان است، مثلا اسپرا یا هر چیز دیگه که اینجا موجوده واقعا خیلی ارزان است. بگو با فرید گزارش بدین. اینا ضد یخ هستش، برای هوای سرد هستش استفاده میشه، برای شیشه شور. اینا هم که کول پلاستیکای برای خنک کننده موتور هست. این پایینیشی و اینا هم همون ضد یخ هستش برای زمستان. اینا هم ضد یخ، اینا هم ضد یخ برای شیشه واکن اینا هستش. و همچه اینا جالب است که هوا توی آلمان اینقدر سرد میشه که جای کلی موتور یخ میزنه. آره. و از این قطره باعث استفاده کنه آب شدن یخ. خیلی عالیه، خیلی عالی. اوکی. چه ریختی داخل ازی؟ مایه چی؟ شامپوی ماشین. فقط شامپوی ماشین؟ فقط شامپوی از ماشین. دست آب گرم. این هم لباسه شستشوی ماشین است.
50 سنتی؟ که مرحله آخر جاربرقی ها. یک اسپری شفاف‌کننده باشید. آره. ماشین قشنگ مرتب ترتمیز شد. یک بالاتر. آره. چی بشه؟
حالا ما ماشین آوردیم در اینجا که با جاربرقی بزرگ هم یک جاربرقی بزنیم. این چیزا رو که میگیرم برای کسایی که تازه ماشین میخرن بلد نیستن، قشنگ گزارش مفصل هم برایتون جور میکنه میره دیگه لذتشو ببرین. از این هم کسایی 50 سنت پیسه میخوایم. جاربرقی بزنیم، پیسه از بالا میندازیم. جاربرقی در اینجا سن علامت رو داریم زده که مثلا مال جاربرقی. ماشین هم کسایی خودشان ماشین خودشان میشورن، یعنی کسا کلان جای ماشین که بذار شماره پلاک از این ماشین ها نیفتاده اینجا، جای ماشین شوی سن در اینجا. قبل از اینکه اصلا پول بندازی این رو باید دیگه چون اتوماتیک فعال میشه. آره یا میتونیم روی داره. متاسفانه جاربرقی ما رنگ خراب از آب در آمد. کولر انداختیم که کار نکرد، رفتیم دنبال نفرش که نفر بیایی جورش کنه ببینه چه مشکل داره. حواستون باشه اگر پول انداختیم کار نکرد حتما باید بریم در جایی که ماشین جاربرقی میگیریم در سایه بازی باید بگید که چرا کار نمیکنه، میای برایتون جورش میکنه، بعد با خیال راحت میتونیم جاربرقی بزنیم. جاربرقی ما جور شد، آمده خالی که چطور شده بود. حتما باید از اینا بزنن نه داخل ماشین، تمیز میشه. هم تمیز میشم، خوشبو میکنه. اینا چیز کن بزن ببین. اصلا رنگش روشن میشه کنه. ایوان چقدر عالی شد. خب آقا فرید ماشینم که ترتمیز شد، مرتب شد، به به تمام کارش دیگه نه؟ مرحله آخر بود نه؟ به به. من آقا فرید بیننده عزیز سلام، امیدوارم که جور صحتمند باشین. ما و آقا فرید هستیم امروز کلی کار انجام دادیم ولی هیچی برایش ما نگفتیم. اینالی قشنگ برایش ما گزارش کوتاه میگیریم که چیکار کنه چیکار نکنه، خصوصا برای کسایی که نو هستن، نو ماشین میخرن و ماشینشون رو میخواین در یک جای بگیرن بوشوین. از بابا فرید پرسانیم که چیکار کنه. بابا فرید بفرما. سلام به بینندگان عزیز و تا جایی که بتونیم اطلاعات میدیم. اطلاعات بدید دقیقاً. چون در خدمت هستم. چی سوالا داری خودت؟ امروز ما تو دقیقاً چی کار کردیم و این ویدیو رو که جور کردیم برای زمین عزیزایی که نو ماشین میخوای بگیره و ماشینشون بوشوره در یک جای مثلا جاربرقی بزنه و از این چیزاش ما تو ویدیو گرفتیم، وقت نشد که بزنیم. درست است. آره اینا مرحله اولش باید در کجا باید بره چیکار کنه و مرحله اول که براتون بگویم که اول از همه ما فروشگاه توماس فیلیپس رفته بودیم و در فروشگاه توماس فیلیپس اجناس موتر و خیلی چیزای دیگه ارزانتر میتونین شما پیدا کنین و از اونجا خریداری کنین. و در مرحله دوم آمدیم کارواش یا که موترشویی آمدیم شروع کردیم و شستشوی موتر و دیگه در قسمت اول ما اول موتر رو گرفتیم تر کردیم دیگه. این کل دوستا بلد هستن میفهمن چی کنن. و در قسمت دوم شروع کردیم خف زدن موتر و شستن و در قسمت سوم او گرفتیم ولی با فشار خیلی قوی که شامپوهای موتر که زده بودیم اینا از بین بره. و در مرحله سوم یک گزینه داره که اوی هست که باعث میشه موتر لکه سرش نیفته. از او گرفتیم موتر شش. آره من کاملا از اون ویدیو گرفتم از مرحله شه. بعدی که
اینجا کسایی که مثلا که من با خودشون شامپو ماشین باید بیارن، شامپو ماشین نداره فکر کنم. چرا شامپو هم داره. اگه بخواین که از قسمت اتومات استفاده کنن قسمت شامپو هم داره که میتونم شامپو مستقیم پاش بدن در سر موتور، ولی من دوست ندارم از زیاد استفاده کنم و سبک خود موتور خودش تو. بعد یک چیز دیگه، یک سریا که من احتمالاً مثلا جارو و برس و اینا به خاطر از جا کفشایشی که مثلا پای پاکاش که میاره در اینجا داره برس اینا همه چی داره نه؟ آره وقتی که بخوام بوشویم قف بزنن در برس اینا هست. من ویدیوش هم گرفتم، ویدیوش هم حتما میمونم. و در قسمت آخر هم موتور جارو برقی گرفتیم و همچنین متاسفانه جارو برقی خراب بود و من رفتم داخل براشون گفتم که این جارو برقی مربوط شما میشه، اگر مربوط شما میشه این خراب است و میتونید درست کنین، چون ما پیسه انداختم و متاسفانه قدرت نداشت که کش کنه گرد خواره و همچنین یک نفر رایی کردن اینا آمدن جارو برقی رو تمیز کردن، مثل که گرد خاک زیاد جمع شده بودش او رو تمیز کرد و بر ما گشته فعالش کرد و گفت میتونید دوباره استفاده کنه، هیچ پولی هم ندید. این ویدیو که ما ضبط کردیم یعنی قصد ما فقط این بود که کسایی که دالمان نو آمدن مثلا نو فوقشاین کردن یا مثلا نو موتور خریدن، ماشین خریدن، مثلا جاهایی که بلد نیستن همچون جاهایی که مثلا کارواش داره خودتون میتونین به ماشینتون بشورین، مثلا بدون اینکه ببرین در دست کارواش اصلی بدین که مثلا امرای داسکا بگیره باشه، راحت میتونین اینجا از تاب دل خودتون بشورین، چرخمی میخواین تمیز کنین خیلی راحت، اصلا مشکل نداره. فقط یک سطل لو اگه خواستین شامپو ماشین خودتون از خانه بیارین، یک سطل لو سطل خالیشو بگیرین، هم در اینجا داره نه؟ اگر مثلا سطل خالی داشته باشن در اینجا همین دکانی که پالیش هست اینجا برن براشون او گرمو میتن. او گرم اگه بخواین او گرم دوست شامپو ماشین حتما با آب گرم چیز کنه. با بهتر است با آب گرم. اوکی حتما آره چون باید داشته باشم چون چیزی. دیگه فقط هم به ویدیو را ما امروز خیلی طولانی کردیم دیگه، حالا سعی میکنیم کوشش میکنیم که دیگه بیشتر از این طولانی نشنه. درست است. بقیه ویدیوها را بیننده باشین دیگه، دم تک تک تان گرم تا این لحظه همراه ما بودین، ما کلی کارا رو انجام دادیم ولی دیگه متاسفانه نمیشه که صحبت کنیم. از یک دور هوا یکم خراب بود به خاطر ترس باران از این چیزا که گفتیم تست کار رو انجام بدیم خلاص کنیم که باران آمد دقیقاً آره اینها شنو ما این همه زحمت کشیدیم. شیشه ماشین رو نگاه کنین. آره پس دوباره گرفت، آره دوباره پس گرفته خیس کرد. خب عیب ندارم باران تمیزه. هدف ما این بود که بتونیم یک کاری کرده باشیم که دوستایی که نو یک سری کارا رو میخوان انجام بدن، فقط یک اطلاع رسانی بوده، چیز خاصی نبوده پیش از این و دوستایی که خوشتون آمده باشه جاوید سابسکرایب کنین، دنبال کنین، با امید خدا که بتونه ویدیوهای بهتر از بهتر هم بذاره براتون. حتما ویدیو ویلاگ زیاد داریم، حالا فرصتشونه حتما با هم یک ویدیو خوب میگیریم برای بیننده میمونیم که ویدیو باغ منتظر ویدیو باغ باشه. دقیقاً منتظر ویدیو باغ حتما باشیم. خب ما زیاد منتظر تا نمیکنیم، همینجا ویدیو رو در پایان میرسانیم. درست است. تا ویدیوی بعدی، تا ویدیوی باغ باید لایک سابسکرایب یادتان نره. روز خوش می‌خوایم به همگی. همچنین آره قربانت بابا فرید، دمت گرم که زحمت کشیدین. روز خواهش می‌کنم. بای بای.